فلت آیکون رو اکثرا میشناسید. اگرم نمیشناسی من الان بهت معرفی میکنم. توی این سایت بالای 9 میلیون آیکون وجود داره. مثلا یه چند تاشو با هم ببینیم. اینا پکای پاپیولارشن، همه چی توش هست، مثلا حتی از این بیلک ها برای استوری اینستاگرام. خب باگی که وجود داره اینه که شما میتونی PNG ازش دانلود کنی تا 512 پیکسل، ولی SVGش پریمیوم میخواد، ماهی هم 7 یوروه. ولی با ایرانی بازی میتونی دانلود کنی ازش. اینجا ادیت آیکون رو بزن، این بالا یه صفحه باز میشه. اینجا کافی کلیک راست کنی، اینسپکت رو بزنی. اینجا یه کد SVG هست، میبینی با SVG شروع شده. کلیک راست کن، اینو کپی کن. حالا یه نوتپد بیار، همین کد رو توش پیست کن، کنترل S، میریم برای سیوش. بزن مثلا آیکون .svg و سیوش کن. بیا رو دسکتاپ هم نگاه کن، اینجا سیو شد. درسته؟ مفت و مجانی SVG شو دانلود کردیم. فقط به کسی نگی یا بین خودمون باشه.